خواهش بکنم از استاد حاجی ابوالقاسم دولابی عزیز که دلمونم براشون تنگ شده بود قدم به چشم گذاشتن، یه چکیده مفصل تری از برنامه حداقل هفته گذشته بفرمایید که هممون در جریان بحث قرار بگیریم و ان شاءالله با هم دیگه ادامه بدیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. خیلی خوش آمدید، خوشحالیم از سلامت باشید. قبول بشه طاعات و عبادات و خیلی ممنون، لطف دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین جناب عالی و آرزوی قبولی اعمال و عبادات در ماه مبارک رمضان و اشاره کنم به اونچه که در آخرین برنامه قبل از ماه مبارک رمضان تقدیم بینندگان شد. عرض کردیم که در موضوع مقاومت ما باید انواع حجمه ها و حمله های دشمن رو بشناسیم و متناسب با حجمه دشمن برنامه ریزی داشته باشیم. درست. و بدونیم که دشمنی دشمن بسیار پیچیده است. گاهی می‌بینید دشمن از مسیری داره حمله میکنه که ما باورمون هم نمیشه و به تعبیر روایات ما فرمود من نام لم ینم عنه. اینطور نیست که اگر ما خوابیدیم دشمن ما هم خوابیده، نه خیر. شما اگر بخوابید دشمنتون بیداره، دشمن داره کار خودش رو میکنه. حالا یه مقدمه دومی بگم، چون در ایام ماه شوال و تازه در واقع مردم عزیز ما از فصل عبادت و بندگی بیرون اومدن و یک ذخیره ارزشمندی از معنویت رو با خودشون به همراه آوردند و تازه متولد شدن و تولدی نو و دوباره ایجاد شده. این طهارت، این پاکی، این تقرب و این معنویتی که الان به دست اومده، این خیلی قیمت داره. یکی از در واقع لوازم این برنامه که داریم عرض میکنیم و نکته که عرض کردیم توجه به این مطلبه که ما بدونیم تو این زمان و در این مقطع دشمن دنبال چیه. دشمن ما که در رأس اونها ابلیس و بعد فرزندان و ذریه او، در این مقطعی که ما قرار داریم بعد از ماه مبارک رمضان در آغاز ماه شوال به دنبال اینه که آثار معنویتی که در ماه مبارک رمضان به دست آوردیم از ما سرقت کنه و ببره و نابود کنه. مخصوصا همین روزهای اول بعد از ماه مبارک، همین روزهای اول بعضیا از دست میدن همه اونچه که در ماه مبارک رمضان به دست آوردن. بعضیا هم اونچه که به دست آوردن یک سال نگه میدارن و تا سال آینده ماه مبارک رمضان آتی اینو نگه میدارن و حفظ میکنن. اون وقت اون خوبیه، پاکی، طهارت، رشد، کماله چه ضریبی میخوره؟ ضریب میخوره. اونی که نگه داشته درسته. تا ماه بعد دوباره ضریب میخوره، سال بعد دوباره ضریب میخوره، به همین ترتیب. خدا میفرماد ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. شما وقتی از بانک میاد بیرون، پول زدی زیر بغلت، ممکنه مثلا تو فکر باشی حواست نباشه که الان چه چیزی گرانبهایی زیر بغلته. یه دفعه میبینی یه موتوری میاد و به سمت شما حمله ور میشه. درسته. تا حمله ور شد یهو به خودت میای میگی عجب اومده پولای منو ببره. اینجا صفر پولاتو میچسبی. یا اون یه موتوری دیگه از اون ور داره میاد. اینجا میفهمی خیلی مثل اینکه باید مراقب باشی، خطر دور و برت زیاده. این همه خطر برای چیه؟ برای اینکه چیزی گرانبهایی زیر بغل تو هست. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. متقین به محض اینکه یه جریان شیطانی میاد، یه وسوسه شیطانی میاد، یه گروه از شیطان میان دور اینها، مثل این موتور سوارایی که اومدن پول شما رو بدزدن، دورش میان و وسوسه میکنن و شروع میکنن زمین سازی برای فریب. تذکروا، به خودش میاد، میگه اینا اومدن اصلی ترین سرمایه منو ببرن، مراقب باشم. فاذا هم مبصرون، وقت با چشمای باز اطراف رو نگاه میکنن. خیلی مراقب باشیم. در این روزها دشمن با شیوه‌های مختلف به دنبال زمین زدن ما هست. من حالا آیه‌ای رو که امروز میخوام تقدیم بکنم که البته در ادامه مباحثی است که قبل از ماه رمضان گفتم، تنوع جبهه‌های دشمن. بله. سوره مبارکه اسراء هست، آیه 64. خدای متعال به ابلیس اجازه داده است بر اساس حکمت خلقت و فلسفه خلقت که در جای خودش باید توضیح داد و ابزارهایی در اختیار او گذاشته، ولی این ابزارها رو به اطلاع ما رسونده. سوره اسراء آیه 64. واستفزز من استطعت منهم بصوتک.
با صدای خودت هر کدام از اینها رو که توانستی تحریک کن و به حرکت در بیار، به سمت خواسته های خودت سوق بده. پس ابلیس از صدای خودش بهره میبره. این یه نکته که بعد توضیح میدم که چی منظور چیه. و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، پیاده نظام و سوار نظامت را به سوی آنها گسیل بدار، بفرست. و شارکهم فی الاموال و الاولاد، در مال و در فرزند با آنان شریک شو. و ادهم، با آنها وعده بده، اونها رو سرگرم وعده ها کن. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، ولی شیطان جز فریب و دروغ وعده ای به اونها نمیدهد. شیطان از ابزار صدا استفاده میکنه. ابزار صدا چیه؟ تمام رسانه های شنیداری که امروز در جهان به کار میره میتونه ابزار شیطان باشه، میتونه، و در بعضی از موارد قطعا هست. رادیوهایی که صدای شیطان اکبر رو به گوش ارادتمندان خودش میرسونه، به گوش اولیاءش میرسونه، اینا صدای شیطانه و شیطان داره از این مسیر صدای خودش رو به اونها میرسونه. در بعضی از روایات ما قنا رو مصداق همین آیه دونسته. قنا یعنی موسیقی حرام و آهنگایی که این آهنگها انسان رو دچار شهوات حیوانی میکنه، از معنویت دور میکنه. این آهنگها صدای شیطانه. شیطان داره با این آهنگها اشخاص رو به سمت خواسته خودش سوق میده. لذا بینندگان عزیز، بنده گوینده و حضرت عالی که مجری هستید، مراقب شنیده هامون بعد از ماه رمضان باشیم. این که چه چیزی داره به گوش ما وارد میشه. و البته حالا تصویرم ملحق به اینه دیگه، صدا و تصویر، صدا و سیما. مراقب آنچه که در فضای مجازی میبینیم باشیم، مراقب آنچه که در فضای مجازی میشنویم باشیم، مراقب کانال های ماهواره‌ای که از گوشه و کنار دنیا داره برای ما محتوا ارسال میکنه و مخابره میکنه باشیم. اینا حدیث از امام کاظمه اگه اشتباه نکنم که اصلا میگه انسان هم میتونه با شنیدن بندگی خدا رو بکنه، هم بندگی شیطان. اگه گوینده از خدا بگه اون موقع که داره میگه، شنونده داره بندگی خدا رو میکنه. اگر گوینده از شیطان بگه، شنونده داره بندگی شیطان رو میکنه. از امام جواد علیه السلام من اسقا الی ناطق فقد عبده. آره. هر کس گوش فرا داد به یک گوینده ای داره خودش رو متواضع و عبد در برابر او قرار میده. آره. فان کان الناطق ینطق عن الله فقد عبد الله. اگر این گوینده داره سخن خدا رو میگه، این شبکه اگه حرف خدا رو داره میگه، مثل شبکه قرآن، ما که چیزی از خودمون مثلا نداریم، چیزی بلد نیستیم، ما هرچه هست حرف خدا رو داریم میگیم، پس گوینده داره وصل میشه به خدا و داره در برابر خدا خاضع میشه. و ان کان الناطق ینطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. اگر اون گوینده داره سخن ابلیس رو میگه. این همینه که واستفزز من استطعت منهم بصوتک. همین دیگه. با صدای خودت در گوشه و کنار جهان لشکر خودتو آماده بکن. مراقب باشیم گوشمون رو و چشممون رو به صدا و سیمای ابلیس نسپاریم. مراقب باشیم گوشمون و چشممون رو به شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی که احیانا در این شبکه‌ها یا در این فضای مجازی تصویر و صدای شیطان به گوش ما منتقل میشه نسپاریم. یه جمله از آیت الله حسن‌زاده آملی، علامه حسن‌زاده آملی رضوان الله تعالی علیه، یادم اومد چون وقتی گوشمون به اون طرف نباید باشه، باید به یه طرف دیگه ای باشه دیگه. الان در حال حاضر شما بودن که این جمله من خودم شنیدم ازشون: گوشتون به دهان رهبر انقلاب باشه که ایشان گوششون به دهان امام زمانه. بله همینطوره. خیلی نکته عجیب و تأمل برانگیزی فرمودنشون. احسن باش. بعد میگه و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، پیاده نظام و سوار نظامت را به سوی اینها گسیل بدار. شیطان
در مسیر در واقع حجمه نظامی هم بیکار نیست. شیطان از ابزارهای نظامی هم برای غلبه بر بندگان خدا بهره میبره. این جریانی که شما در غزه مشاهده کردید در ماه‌های اخیر، در سال گذشته، و مظلومیتی که ما از مردم فلسطین دیدیم، این مصداق همین آیه است که و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، با سوار نظامت و پیاده نظامت اینها رو تحت تاثیر. بالاخره شیطان با این تجهیزات نظامی که داره، با این تسلیحاتی که داره، به دنبال اینه که جوامع اسلامی رو تسلیم خودش بکنه و مطیع خودش بکنه و به دنبال خودش بکشونه. یه وقت کسی تو ذهنش نیاد بابا آمریکا چه ربطی به شیطان داره؟ بابا آمریکا شیطان اکبره. و اگر اینم نمیخوای قبول بکنی، شیطان در عالم ابزارهایی داره. امروز شیطان توسط دولت امریکا و دولت اسرائیل داره به خواسته های خودش میرسه. خب میگن شاخص هاتون و معیاراتون مثلا چیه برای این هفته؟ دیگه اون خلقیات شیطانی تو قرآن و روایات گفته شده. استکباری که در شیطان باعث شد شیطان بشه، این چیزا هست. استکبار هست، دعوت به شهوات حیوانی هست، دعوت به بخل هست، دعوت به دنیاگرایی هست، انواع اقسام گناهان و معاصی. هر چی گناه پیغمبران الهی در طول تاریخ تو کتاب‌های آسمانی آوردن، تو امریکا داره انجام میشه، ترویج میشه، تبلیغ میشه. آنچه بدان همه دارند او یک جا داره. یک جا داره. واقعا یک جا داره. آره واقعا. یعنی امروز کسی تردید بکنه که آخه آمریکا چه ربطی به شیطان داره؟ بابا همه کارهای شیطانی داره تو امریکا و توسط امریکا در جهان داره انجام میشه. پس قطعا و بی تردید هرچی آیه درباره شیطان داره شما میتونید بر امریکای جنایتکار و هم قطارانش پیاده بکن. رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های نظامی امریکای جنایتکار، عرض کنم که ناوهای هواپیمابرش و سایر امکاناتی که در دنیا علم کرده، مصداق همین آیه است. و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، که با پیاده نظام و سوار نظام خودش بشریت رو میترسونه تا مطیع او بشن و در مسیری که اون میخواد حرکت بکنن، ماهواره‌های او رو در فضای خانه‌هاشون حاکم بکنن، فکر او رو حاکم بکنن، سبک زندگی او رو حاکم بکنن. بله. پس تا اینجا شد شیطان با صدای خودش دیگران رو دعوت به گناه میکنه و اغوا میکنه و از سوار نظامش استفاده میکنه و پیاده نظامش. یعنی هم ابزار فرهنگ، هم ابزار نظامی. این تا اینجا دو تا اینجا نگه داریم. اگه اجازه بدین یه فاصله بگیریم و برگردیم و ادامه فرمایشات رو بشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 64 سوره مبارکه اسراء رو با هم دیگه مرور کردیم. همون آیه‌ای که استاد عزیزم دارن پیرامونش صحبت میکنن. از روش‌های مختلفی شیطان استفاده میکنه برای دعوت مردم به گناه. روش صدا و روش در واقع پیاده نظام و سوار نظامی که توی بچه نظامی قضیه داره. حالا موارد دیگر رو هم استاد میفرمایند استفاده میکنه. بله، در ادامه داره و شارکهم فی الاموال و الاولاد. در اموال با اینها شریک شو. شراکت در اموال. چجوری شیطان در اموال با ما شریک میشه؟ ببینید، اگر مال حرام اومد تو زندگی انسان و با مال حرام سرمایه گذاری کرد در یه جایی، حالا بخشی مال خودش، بخشی مال حرام، اینجا با شیطان شریک شده. یعنی اون بخشی از مال که مربوط به خودش نیست، مثلا فرض کن خدا نکرده دزدی کرده، رشوه گرفته، از این مسیر حرامی مالی به دست آورده، ربا خورده و امثال اینا، یه مقدارم حالا پول حلال داره، اینا رو با هم رفته یه جای سرمایه گذاری کرده. این سرمایه گذاری که میکنه، این سرمایه گذاری همش مال خودش نیست، بخشش مال شیطانه. سودی که به دست میاد، بخشی از این سود مال شیطانه. ای داده بیدار. چون مال حرام مال انسان نیست و مال خدا و اولیاء خدا. خدا و اولیاء خدا با مال حرام کاری ندارن، این مال شیطان. طبیعتاً این که اومد تو زندگی شما، شیطان در زندگی شما سهیم میشه. شما سر سفره شیطان نشستید. وقتی سر سفره شیطان نشستید و از خوراک و از طعامی که شیطان برای شما فراهم کرده، گوشت و خون و پوست خودتون رو ساختید،
دیگه شما نمیتونید بنده خالص خدا باشید. پناه بر خدا. دیگه شما در بخشی از اقداماتتون قطعاً و یقیناً گوش به فرمان ابلیس هستید. چون آدم نون و نمک هر کیو که خورد مطیع او میشه. خدا نصیب نکن. اگر نون و نمک زحمت خودتو خوردی و خالصانه و مخلصانه بر اساس موازین شرعی نون در آوردی، واجبات مالی تو ادا کردی، حالا گاهی اوقات آدم مالش از راه حلال به دست آورده ولی واجبات مالی رو نداده، باز اینجا شیطان شریک میشه با آدم. مثلا اگه کسی خمس مالش رو نداده، زکاتی بایش بوده نداده، مالش حرام شده. بله دیگه، به همون اندازه بعد اون مالو تازه بره جایی دوباره سرمایه گذاری بکنه، اینجا شیطان با او شریک شده. بعد بالاتر از این و شارکم فی الاموال و الاولاد، در بچه ها هم با اینها شریک شو. یعنی چی؟ یعنی این فرزند، این نسل جدید به ظاهر بچه منه ولی در واقع بچه من و ابلیسه. ولذا اینو گوش به فرمان من نیست. بخشی گوش به حرف من میده، بخشی هم نمیده، گوش به حرف شیطان میده. چرا اینطوری شده؟ چون شیطان شریک شده. حالا چجوری شیطان شریک شده در این فرزند؟ ببینید، فرزند دو تا پدر داره. یک پدر در واقع ابون ولدک به تعبیر روایات، دو ابون علمک، پدری که تعلیم میده. همینطوره. بچه انسان اگر تحت تربیت خود انسان قرار بگیره، یک انسان موحد، خدا فرزندی به او داده، بچه رو تحت تربیت خودش هم قرار داده. همینطوره. این بچه 100% مطیع پدر میشه، مثل اسماعیل نسبت به ابراهیم. بله. یا تحت تربیت کسانی از قبیل خودش که مؤمنند، با تقوا هستند، معلمش معلم مؤمن، خدا ترسه، مدیر مدرسه خدا ترسه، بچه توی همچین محیطی رشد میده و توی همچین پرورش پیدا میکنه. اینم باز بچه خود آدمه. اما اگر معلم، مربی، کسی که داره رو ذهن بچه شما اثر میذاره، از ذریه شیطان باشه، یعنی از جنود شیطانه، از سپاهیان شیطانه، مؤمن نیست، این طبیعتاً میشه پدر معنوی فرزند شما که از سپاهیان شیطانه. بنابراین فرزند شما دو تا پدر داره. یه پدر الهی داره که اون فقط در تکوین اون اثرگذار بوده، شما هستید. یه پدر شیطانی داره که او در تربیت فرزند شما اثرگذار بوده. اینجا شیطان در فرزند انسان، خدای نکرده، با انسان شریک میشه. یعنی چه شریک میشه؟ یعنی دیگه این فرزند گوش به فرمان من نیست. چجوری این اتفاق میفته؟ اینکه تربیت فرزندمون رو دست کی داریم میدیم؟ چقدر مراقبت داریم میکنیم در تربیت فرزندمون؟ اگر مراقبت نکنیم، فرزند ما در فضای مجازی رشد کنه، فضای مجازی مسموم. فضای مجازی البته به طور کلی نمیشه بگیم بده، فضای مجازی مسموم. فرزند ما در خانه، عرض کنم خدمت شما، بازیگران شیطان فرهنگ خودش رو فرا گرفت. با سایت های مرتبط بود، با همون کانال هایی که قبلا عرض کردم، با همون شبکه هایی که قبلا عرض کردم که واستفزز من استطعت منهم به صوته که اشاره به اونها داره. بله. اگه فرزند ما با صدای شیطان انس گرفت و تحت تربیت شیطان و تحت تعالیم شیطان قرار گرفت، این فرزند دیگه فرزند ما نیست، میشه شارکهم فی الاولاد. بعدم میگه و ادهم، یکی دیگر از جنبه های حجمه شیطان فریبکاری و اغوا هست. با وعده های سرگرم کننده اونا رو فریب میده، وعده های دروغین. ببینید شیطان کارش اینه. به حضرت آدم هم اومد وعده داد. آره. گفتش که هل ادلک علی شجرة الخلد، میخوای به یک درختی تو رو راهنمایی کنم به سوی درختی که اون درخت رو اگر ازش بخوری جاودانه میشی، و ملک لا یبلا، یک فرمان روایی تمام نشدنی. آدم رو اینجوری فریب داد. شیطان انسان اینجوری فریب میده. آدم به یه سمتی سوق میده، میگه دوای دردت همینه. اینایی که معتاد میشن چجوری معتاد میشن؟ طرف مثلا یه خود قصه داره، یه جوون نابابی میاد میگه ناراحتی؟ میخوای کاری کنم ناراحتی از یادت بره؟ بری توی دنیای دیگه راه. دوای درد دینی، یه پک بزن کلا فراموش میکنی. میری توی عالم دیگه، میری فضا، میری تو فضا.
بار اول، بار دوم یا چشم باز میکنه این اصلا افتاده توی ورطه‌ای که دیگه نمیتونه بیاد بیرون. امام فرمود باید شما دشمنتان را بشناسید، اگر نشناسید نمیتوانید دفعش کنید. ما تمام حرفمون در برنامه قبل این برنامه این بود که آقا جون ما باید بدونیم دشمن ما بسیار متنوع حجمه ها و حمله های او، خودمون رو آماده بکنیم و مراقب باشیم. مقام معظم رهبری یه جمله‌ای دارن میگن که بعضی ها از اسم جنگ بدشان میآید، تا میگیم جنگ اقتصادی یا جنگ نرم اینا بدشان میآید. یعنی آقا چرا اینقدر از جنگ صحبت میکنید؟ از صلح صحبت کنید. ایشون میفرماید خب جنگ است، این غفلت ماست که اگر چنانچه دشمن متوجه ما باشد و ما غافل باشیم. این مصداق سخن امیرالمؤمنینه که فرمود من نام لم ینم عنه. شما خوابید، دشمنت که نخوابیده. شما اگر در سنگر خوابت برد معنایش این نیست که طرف مقابل شما و دشمن شما هم خوابش برده. او مواظب شماست، او مراقب شماست. از اسم جنگ که نباید انسان خوف کند. خب دشمن الان در حال جنگ است. جنگ نظامی نیست، اما جنگ هست، جنگ نرم هست، جنگ هایی هست که از جنگ نظامی خطرناکتر است. دشمن در حال جنگ با ماست. در این جای دیگه فرمودن میخواهم به شما و به هر کسی که این حرفها را خواهد شنفت بگویم دشمن را بشناسید. یکی از خطراتی که هر ملتی را تهدید میکند این است که دشمن خود را نشناسد، دشمن خود را دشمن نداند، یا دوست بداند یا بیطرف بداند. این خیلی خطر بزرگی است، این خواب رفتگی است. هم دشمن را بشناسید، هم روش های دشمنیش را بشناسید. ببینید چه جوری دشمنی میکند. دچار غفلت نشویم. اگر غفلت کردیم غارت خواهیم شد، اگر غفلت کردیم به ما شبیخون زده خواهد شد. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود که آقا اشاره داره به فرمایش حضرت علی، فرمود والله لا اکون کالضبع تنام علی طول اللدم. مثل آن حیوانی نیستم و نخواهم بود که معمولا برای اینکه به خواب برود آهنگی میخوانند و او به خواب میرود. من خواب نخواهم رفت، بیدارم و میفهمم دور و برم چه میگذرد. یه حیوانی ظاهرا میان کنار لانش ضرباتی آهسته میزنن، این خوابش میبره، بعد میان شکارش میکنن. میگه من مثل اون حیوان نیستم که خوابم ببره، من بیدارم، میفهمم. باید مراقب باشیم. فضای مجازی امروز دشمنی و شیطنت توش بیداد میکنه، پر از این صدای ضرباته، پر از این صدای ضربات داره میخوابونه، که بخوابونه ما رو. باریکلا بخواد بخوابونه ما رو. ببینید واقعا چقدر این دشمنان ما دلسوز ما شدن که این همه شبکه‌های فارسی زبان در گوشه و کنار جهان را انداختن. آدم میمونه چقدر دارن هزینه میکنن، چقدر بنده خدا دلشون برای ما میسوزه، اوقات فراغتمون رو میخوام پر کنن. بعد بعضی از حالا جوانهای ما البته به ندرت میان مثلا استناد میکنن به اخبار اونها، استناد میکنن به گزارهایی که اونها دارن تولید میکنند. خب اینا اگه دلسوز ما بودن که نمیگذاشتن که جوانهای ما، بعضی از بیماران ما، بیماران پروانه‌ای و امثال اینها، اینا مثلا به خاطر تحریم‌های دشمن دارو بهشون نمیرسه. ما بعضی از موارد در کشورمون داریم که دارو از اینها دریغ میشه و اینا دچار سختی‌ها و تنگناهای این چنینی هستن. قطعا اینا دلسوز ما نیستن، قطعا اینا دشمنن و دشمنی میکنن. باید بیدار بود و مهم اینه که بفهمیم دشمن چگونه هست و متناسب با دشمنی دشمن برنامه‌ریزی کنیم. آقا ممنونم، سلام. خیلی لطف کردی. ما ساکن وادی هدایت هستیم، ما شامل لطف بی‌نهایت هستیم. پرسند اگر نشان ما را گویی